عیسی با قوت روح القدس به جلیل برگشت و این خبر در سر تا سر آن ولایت پهن شد. او در جماعتخانه ها مردم را تعلیم می داد و همه او را تعریف می کردند. همین طور او به شهر ناصره آمد که در آنجا به وایه رسیده بود. وی در روز شنبه یعنی روز استراحت از روی عادت به جماعتخانه در آمده برای خواندن نوشتجات از جایش برخاست. با او کتاب اشعیا پیغمبر را دادند و عیسی آن را گشاده جای را یافت که نوشته شده بود: روح خداوند در من است، زیرا او مرا تعیین نموده است که به بینوایان خوشخبر را برسانم. او مرا فرستاده است تا آزادی اسیران، بینا شدن کوران، رهایی ستم دیدگان و سال فیض بخش خداوند را اعلان نمایم. بعد وی کتاب را پوشیده به خادم داد و به جایش نشست. در جماعتخانه همه با دقت به او نگاه می کردند و او به سخن آغاز نمود. آن نوشته های را که حالا شنیدید امروز عملی گشتند. همه عیسی را تعریف می کردند و از سخنان فیض بخش او در تعجب مانده می گفتند: مگر او پسر یوسف نیست؟ او با آنها گفت: می دانم که به من چنین مثلها خواهید گفت: ای طبیب، خودت را شفا ده. و باز به من می گویید: در دیار خود نیز معجزه های را بکن که شنیده ایم در شهر کفرنهم کرده ای. بعد سخنش را دوام داد: به راستی می گویم که یگان پیغمبر در دیار خود قدر ندارد. حقیقتا هم در زمان الیاس پیغمبر وقتی که 3.5 سال باران نبارید و در روی زمین گرسنگی سختی به وجود آمد، در اسرائیل بیوه‌زنان بسیاری بودند، ولی الیاس نزد هیچ یک از آنها فرستاده نشد. او تنها به نزد یک بیوه‌زن فرستاده شد که در صرفت نام شهر سیدون زندگی میکرد. در زمان پیغمبر الیشع هم در سرزمین اسرائیل بسیار کسان بیماری پوست داشتند، ولی بغیر از نعمان که از سوریه بود هیچ کدام از آنها شفا نیافت. آنهایی که در جماعت خانه بودند از شنیدن چنین سخنها به غضب آمدند. بعد از جایشان برخاسته عیسی را از شهر بیرون کردند. آن شهر بالای تپه ساخته شده بود و آنها او را به لب جری آورده خواستند از آنجا پرت آیند. اما او از میان آنها گذشته با راه خود روانه شد.